پول نیست بگردونش اپا پاش خراشتیه نه هویس بگردونده بس سیونکاش کنیم هم یه خود حوج بینی پاس میکنی ها الله صبرت یا خونه بیچورو میده هم تو را که سرش دبشی اپا تو را سرش بشی خیلی میفهم اخشو بشید ام جا بشی اپا چون دازمین میشین داوم جا آدم زی هجوی کی سیوم که کرش بینیم خب با حاضر خب اپا جون هیچ ایزو نکرسه که میفهم مجبوریه با خاطر خدا همه چیزیمو الله صبرت تمام مجھے سب سے رفته سوده به هر صبح ام نلرزم فهمیدیم خب کارتوی خودت می نشه آخر خودت یا کارت زبیربانک یا دوشم استی چی زبیربانک خب به هر صبح خواب که نلرزه ها این روز با منتج هم ندارم خب بسم الله السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان الله خیرتون تیا ما روسیش ساعت 3:04 سحر است در شهری ولادیمیرسک اوبلاست که 360 یا 400 کیلومتر است ما همجا خانه بگیم همین جایی که اجاره شدگی و که همین خواهر استادگی است همراه مادر عزیز و 3 فرزندش این یک تا دیگه در اونجا خواه نکنیشونشو نمیتیم برادرها التماس کردن اومدیم دادره که ما 5 سال پیش یعنی که جراحی میشود در حالتی نرکوس میره و جمعه بعد کم در اون کم بعد چند ماه از بهش میاد همه کار موندگی است خاکی استورش دراز است خلاصه از اینکه از سبب زندگی وزمین از سبب نبودنی که در طول 5 سال چیر از خود که به تیار شد دیگه مادر حتی داشت پیش یک ورچی نمیره و نمیتونه رفته درستش که دیاگنوزی همه هم بمونن تو هم دیاگنوزی انیق نیست که هم دادره یکون سوم بودیم ورچو بران سوز کنن با همون سومی که معین بگن که برادرها رو همه 500,000 300,000 1 میلیون ایش من نمیدونم یعنی که اپرم نمیدونم خلاصه که حاضی یک رسخولی کلونش 300-400,000 گفته سودیان برای تو انالیزو را بگیرن 30-40 انالیز میگیرن این دو پشت شکاف های ولی من در تلگرام بعد میپرتم برادرها بدروی در تلگرام تماشا کنه من سخنه با مادر میتیم مادر کمتر صحبت کنه انشالله با گم میزن مادر جون مردم سلام علیکم اوسی گپ زن خوش رو گپ زن برای چی استرو با انشالله اگه خود به خوب تره السلام علیکم بلندتر گپ زن پاشون السلام علیکم اپا جون من میفهم وضعیت و التماس گپ زنه که تو شما مقصد تو ما کار ما کرده بتونیم التماس گپ زنی بلندتر السلام علیکم مردم تاجیکستان شما خواهش میکنین اردم میکنین یه سال میشه و اینجا اومده میخوام فرزان ملیچینی کنم سوز شو 5 سال شد در جاگه خواه جون گپ زنید یا خودت خوش پاس میکنی خودت میبریش همشه خودم میکنم سرشمید شو چند سالش دوزید؟ 16 ساله بچه ها؟ 12 ساله بود در 12 سالگیش لگیده بیا چو پیش ورچ رفته همین آخرون ورچ چی گفتی کلینیکا؟ اسم کلینیکا چی گفت؟ گفت که از ملیچینی نویسته گفت ملیچینیشو بکو برای تنهایش کافش بود
همش در دینی دکتر نیست که هوای در نشون بگی خیرورگ به نشون بگی تنشه ببینه گفت تماگرافیه که رگوشه با ایکو میکردن ایکو میکردن همونطوری که گفت انالیزش رو بگیر بعد پیش من بینی Москва да? ها مسکو برادر عزیز الله شاید مادر مبلغی نداره که بجیم بم کودکوی مایده چایده داره این فرزندی کلون از چند سالش 5 سالش 2012 تا این حاضره ایده چی 2019 2019 5 سالش 2019 یعنی 12 ساله 12 سال این هم دادر هوچ پس کرده سوده خیلی این درد زنها میفهمند که این مادره من گفتم 360 یا 400 کیلومتر ولادیمیرسک اوبلاست در همین خانه است این مادر شرایط نداره التماس به خاطر خدا کسی میتونه از نزدیک بیای ببینی کسی میتونه یک مسکو امکانیت باشه فایرادش کنه کمک کردن در کار من در تلگرامی با وجود 88 سیلکش در تا یوتیوب میمونم بدوره حالی برادر ببینی کارت کی میمونه کارتای دوشنبه چی میگن زبیربانکی همین مادر خچای رقمو خچونان ما را همجی از بالای خدا همین قدر راه خستیم اومدگیم خیلی همونجی مرد بچه شده 16 ساله خودتون باید بفهمی این برای هر یک مادر هر یک خواجگی سخت است التماس خواهش میکنم در همین رقمو 1 روبلای 10 روبلای به خاطر خدا کمک کنیم من دیگر نمیدونم چی بگم یک نقطه بس است اگر شعور است التماس صد التماس زوره میکنم خواهش میکنم کمک میکنی التماس مردمی تاجیک من میفهمم ما را سخت میگه پس بلند میگه من همه وقت گفتم باز هم میگم گپی هر یک مسلمان اگر که مسلمان باشیم باور داشته باشیم به معنی گپ حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند من بسنده است من هر چی میکنم به خاطر خدا و به خاطر ملت عزیزم میکنم الله مشکل ما آسان گردونه خواهش میکنم برادرها و بلاگرها کسی میبینید ثواب شسته پدریت کنه برادرها این ویدیو را در گروپاتو اگر ای ولادیمیرسک اوبلاست یگان برادرها و خواهرها خیرخواه باشن التماس کمک کنه بیای خطیبی چی میگن سومی یک روحان یک مالی است یگان لباس است یگان چیزای شما کمک میکنه بیای ببینی سلامت باشی مادر با شما صبر جمیل انشاءالله باوری دارم که یک سومه دو سومه انشاءالله و شما را باز جمع میشه و با میگیریم میبریش خیلی کاغذ دختره در پیش من که ما نیاز به کاغذ را نداریم چون که یه من نمیفهمم این کاغذ را به خاطر که خیلی نویستیانش دیاگنوزی سوزم نیست اونو خیلی تاوری پرتگی خلاصه که کمک کردن در کسوم پارتوی همین صاحباش با داوداو کنن الله صبرش دیا اکا شوهرش در همیجا در مسکو در سترویکا کار میکنن تو گوری هم گفتم یعنی که خیلی شرایطو بیزه بای برادرو یا اینا با کدوم یک خواهر چیش داده ماشینکا دادهش این همیجا ایقا پاستیل چی میگم تری دوخته سوده با میماده میز دعوت میکنه به همه همین زحمتو برای که با یک نون شوشوه دیگه چی بگم یک کمونتا گای خیلی همه را دیده الله نگهبان شد که ویدیوی من همین خیلی بی منتج پینتج گرفتم موندم شد الله همه ما را صبر جمعی و در جون با شما صبر جمعی السلام علیکم